خیلی خوب آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبه. خوبه، سلامتی. چه خبر؟ چه خبر که خبرها رو یه مقداری خسته شدیم. آجی چقدر تکراری شده موزیک. واقعا تکراری شده. یعنی واقعا موزیکا رو که پلی میکنیم دو نفری میخوایم گوش بدیم، ببینیم چیا اومده، نظر بدیم دربارش. یعنی فقط هم مربوط به یک سبک نیست، ما اصلا هیپ هاپ هم گوش میدیم، همین شده اصلا. این هفته مثلا هیچ موزیکی از رپ نبود که من بخوام بذارم تو لیست. حتی دامبولیای رادیو جوانی هم یک نواخت شده. اصلا خیلی واسه خرابه. خیلی بده. یعنی گوش میدیم ناخودآگاه اینجوری میشیم. یعنی واقعا مثلا خب چی کار کنیم اینو الان چی بگیم راجع به این موزیکی که الان شنیدیم؟ چی بگیم؟ نکتهش چی بود؟ موزیک فرقی کرد، متن خوب بود، ملودی خفنی داشت، هیچی واقعا نداریم بگیم. کل موزیک فارسی الان توی نقطه قرار داره که نیاز به جرقه جدید داره، یه موج جدید واردش بشه. آرتیست‌های جدیدتر خیلی زود افتادن به یک نواختی، آرتیست‌های قدیمی‌تر هم که همون فرمول برنده 100 سال پیششون رو امتحان می‌کنن. یعنی دریغ از یک خلاقیت موزیک می‌بینی چند تا مثلا تو یکی از اون کارهایی که توش انجام شده، چه میدونم میکس و مستر یا آهنگسازی یا هرچی، اسم 4 نفر ردیف شده، بعد می‌بینی موزیک اصلا چی داره واقعا؟ این 4 نفر اونجا تو بخش چی کار کردن؟ یعنی ما همین که امیدوار شدیم یه مقدار با مثلا آهنگ الرز تلسچی، بعدش مثلا محسن ابراهیم زاده اینا گفتیم خب ایول داره یه حرکتی شکل میگیره، سریع گندش در اومد. یعنی همه رفتن یه انگشتی کنن تو این سوراخ و یه بدون فکر، بدون هیچ تزریق خلاقیتی. یعنی این مثلا 3-4 نفری که شروع کردن این داستانو خوب جواب گرفتن، به خاطر این بود که آقا اینا یک فرمول رو استفاده کردن، یه عنصر اورجینال اضافه کردن بهش. آره. یعنی حالا یا تو آهنگسازی یا تو شعر یا تو سبک خوندنه، ولی می‌بینیم که همه سریع شروع کردن. همین این هفته هم نصفشون همین کارو کردن دیگه. حالا بریم برای موزیکا ببینیم چه جوری بودن. آره، اول موزیکا رو با هم مرور می‌کنیم این هفته دونه دونه. اولیش حسین توکلی، احساس. آره خب این مثلا اولین موزیکیه که توی همین لوپ قرار گرفته. حسین توکلی البته قدیم هم خیلی آهنگ این شکلی تقریبا غیری طور و یه مقدار 6 و 8 این شکلی داشته، ولی الان توی این مقطع 2 تا انتقاد بهش هست. همین که خودت داری تکرار میکنی، هم داری از فرمولی که الان وارد جریان موسیقی شده استفاده میکنی بدون اینکه هیچ عنصر جدیدی بهش اضافه کنی. آره ولی خب روند موزیک و کل موزیک همون چیز عام پسندی بود که فکر میکنم خودش دنبالش بوده. دقیقاً. و احتمال داره بگیره. یعنی موزیک به هدف خودش میرسه. آره موزیک به هدف خودش میرسه، اما نکته خاصی که بخوای بگی مثلا این موزیک رو از کارنامه خود آرتیست یا کارهای یا جامعه دیگه مخاطبی که براش مثلا آماده کرده فراتر بره نیست. آره فراتر بره که هیچ، یعنی متمایزش کنه. آره. یک ذره نداره. یعنی اون چیزی که مثلا موزیک رو مختص حسین توکلی کنه تو موزیک نیست. آره. این چیزی که اکثر آرتیست‌ها درگیرشن، فقط حسین توکلی نیست. حالا اولیش حسین توکلی بود، داریم مثال میزنیم. ما توی بخش مثلا تولید محتوا یه چیزی داریم، حالا ما توی کاری که انجام میدیم شرکت اسمش از امضای محتوایی. امضای محتوایی یعنی یه چیز یونیکی که مربوط به خودت باشه. اگه توی گوگل مثلا سرچ کنین عبارتو، همه به اسم تو بشناسن. این چیز توی موزیک نداریم الان. آره. یعنی یه سری آرتیست که امضای محتوایی، امضای آهنگسازی داشته باشن و مثلا قبلا مسعود جهانی بود که اونم الان دیگه خیلی دموده شده. یعنی الان کلا مارکت نیاز داره به یه سری جرقه اینجوری که یه سری امضا تعریف کنه که یونیکنس یه جوری موزیکا بره بالاتر. آره الان دیگه استانداردها رو در حدی آوردیم پایین که وقتی داریم یه موزیکی رو گوش میدیم فقط میگیم مثلا خب این متنش مبتذل نیست پس خوبه، یا مثلا این کوروسه به نظرم چیزیه که ممکنه تو پلیلیستا بیاد. آره. این میگیم پس خوبه. یعنی اینجوری شده الان استانداردامون. وگرنه میگم این 110 بار الان گفتیم دیگه، یک چیز متمایزی توی اینها دیده نمیشه. یعنی ما هفته اولی که بررسی هفته گرفتیم اینجوری بود که دقیق مثلا 50 تا فاکتور برای هم گفتیم که اینو نداره، اینو نداره، اینش بده فلان اینا. ولی هر چی که گذاشتیم جلو گفتیم که آقا شاید مثلا ما انتظارمون خیلی بالاست. دقیقاً. و همینجوری انتظار رو آوردیم پایین، بازم به اون معیارهامون هم نمیرسید. یعنی به عنوان اصلا یک مخاطب عادی یعنی نه اینکه یک کسی که بخواد منتقد باشه. یعنی ما یه مخاطب عادی خودمون در نظر گرفتیم و انگار که مثلا هیچ مثلا تجربه دیگه از این آرتیست نداریم، بازم انتظارمون برآورده نمیشه. متاسفانه همینطوره.
موزیک بعدی از میثاق راد رفیق تمه که مثلا شروع کن یکی از موزیکایی بود این هفته که مثلا بهش فرصت دادیم و یه مقدار گوشمون رو جذب کرد. ملودی کورسش مخصوصا از فرمول این چند هفته استفاده کرده که یه گیتار و اون چیزی که ما توی حالا دیده ما اسمشو گذاشتیم موزیک مثلا تو جنگلی و کنار آتیشی و این چیزا، یعنی از اون سبک خلوت با گیتار استفاده کرده، ولی چون ملودی کورس باحاله، یه چیز متفاوته، تونسته تا حدی فکر کنم نظر مخاطب رو جلب کنه. آره به نظر منم تو دایره پاپ اگه در نظر بگیریم کار خوبی بود به نسبت بقیه کارهایی که اومده، ولی خب نکته خاصی باز میگم نداشت که بخوایم بهش اشاره کنیم. بعدی و خودت میخوای بگی؟ احمد سولو رو بگو تو. احمد سولو آتش پاره، خب متنه به نظرم کار ضعیفی بود، یعنی حتی واسه مخاطبای خودش هم فکر نمی کنم این چیزی داشت، یعنی بخواد یه کاری اصلا داده مشکل باشه. اینه که مخاطب خاصی تعریف نشده، اصلا هیچ مثلا شخصیت مخاطبی برای این تعریف نشده، مثلا بگم که آقا این موزیک برای این سبک مخاطب تعیین شده. مثلا اون حسین توکلی تا حدودی میدونست آقا این قراره یه آهنگ غری باشه که مثلا باهاش مثلا غیر بزنه اینا، ولی این موزیک اسمش مثلا یه چیزه، بعد متنش اینجوریه نمیدونم، بعد استایلش همون شبیه بهت گفتم شبیه موزیک برو میگی نمیشه میگم بیا آره. میگیم شبیه اونه و یه چیزی بین اینا که بازم این حالت سردرگم داشت برای من. تکلیفه برای خودش مشخص نیست دقیقاً، یعنی تو نمیدونی این موزیکه الان قراره توسط چه کسی شنیده بشه. خود آرتیست، یعنی من اینطوری هم که خود آرتیست وقتی داره یه موزیک میسازه خب به چی فکر میکرده که اینو میسازه، یعنی به نظرش میگفته خب میخوام کارم احساسی باشه، میخواستم کارم غری باشه، میخوام تو این مثلا جز کارهای شاد قرار بگیره، میخوام که کار توی چه ژانری قرار بگیره، مخاطبایی که من میخوام این موزیکو گوش بدن کیا هستن، حالا من این بیت رو میخوام انتخاب کنم، این چی داره که من الان دارم روش میخونم، این متنی که الان من میخوام بخونم آیا یه چیزیه که مثلا یه فاکتوری بالاخره باید یه موزیک داشته باشه که وقتی داریم میسازین دیگه. حالا مثلا توی هر موزیک دو حالت ممکنه برای مثلا تولید موزیک پیش بیاد، یا اینکه یه ایده‌ای مثلا به ذهن آدم میرسه، یه ملودی، یه شعری، یه تیکه‌ای که میگه این مثلا میتونه باحال باشه و بعد مخاطبش و مثلا بازه سنی کسایی که گوشش میدن مشخص میشه، یا اینکه از همون اول میای تعیین میکنی که آقا من یه موزیکی میخوام بسازم که الان مثلا یا ترنده یا مثلا برای این بازه سنیه و این سبک مخاطبو داره. این آهنگ هیچ کدوم از این دوتا رو نداره. مشکل اصلیش همین. اسمش رو گفتیم مثلا آتش پاره. بعدی حمید هیراد نیامدی. نمیدونم این فری استایل تور توی مثلا چیز منتشر کرد، فقط اینستا بود یا اینکه به صورت رسمی منتشرش کرده بود، نمیدونم اینو، ولی حمید هیراد متفاوتی رو دیدیم صرفا به خاطر اینکه انقدر دامبولی خونده بود این چند وقت، انقدر آهنگ شاد خونده بود، اصلا یادمون رفته بود همچین هیرادی هم وجود داره و این دفعه برامون جالب بود که دوباره ببینیم اون ساید حمید هیرادی که یه مقداری ملوتر و آرومتره. آره و به نظرم یعنی انتظارش میرفت. متنه همیشه هیراد خب یه موزیکایی میخونه که تلفیقی به نظر میاد و شعرش یه جوریه که اونقدر محاوره‌ای نیست، یعنی وقتی داره گوشش میدی و خب اینجام همون جوری بود، ولی با این تفاوت که حالا یکم ملو و احساسی ترش کرده. یارم دیگه نداشت دیگه. آره اونم نداشت دیگه. بعدی ولی یه چیزی راجع به این بگم، آقا وقتی که میخوای یک چیزی رو فقط اختصاصی توی یه پلتفرم پخش کنی، MP3ش نکنی، چرا توی اینستاگرام پخشش می‌کنی؟ توی یوتیوب آقا من نمیفهمم. الان مثلا عرفان تماسبی در ادامه میخوام بگیم یه کاری کرده که آقا مثلا تو تلگرامش گفته که آقا فقط رو یوتیوب بیاین مثلا لایو میشین فلان اینا. خب دارن تلاش میکنن یه سری آرتیست مثل علی حسینی مثلا حامیم اینا، خب چرا بقیه همراهی نمیکنن؟ من نمیفهمم چرا باید بیا رو اینستاگرام، چه سودی داره برات اینستاگرام؟ آره بعد اینستاگرام و تلگرام یک دوتا پلتفرم میان که اینجوری هن که تو اونجا هیچ علاوه دانلود و اینا میگم علاوه اینکه چقدر داره شنیده میشه آنچنان تو فاکتوری به دستت نمیاد که بدونی خب این موزیکه الان داره چقدر دانلود شده، چند بار گوش داده شده، یعنی اون تعداد ویوه واقعا آنچنان چیز خاصی به تو نمیده. حتی بره اکسپلور، حتی ترند بشه تو اینستاگرام، تو اون چنان میگم آمار خاصی دستت نمیاد، ولی تو یوتیوب قضیه فرق میکنه. تو یوتیوب تو حداقل میدونی که آقا یه نفر که زحمت کشیده و رفته به یوتیوب، خب احتمالاً مثلا واقعا طرفدارته، یعنی عیار مخاطب دستت میاد.
آره میدونی که خب میتونی رو اونا بیشتر حساب کنی، یعنی کسی که حداقل این زحمت رو به خودش میده که بره توی بیوی پیجت و رو اون لینک بزنه و ویدیو کامل از اونجا تماشا کنه، میفهمی خب اینا هستن که دارن دنبالت میکنن واقعا و یه خورده جدی‌ترن تو دنبال کردن تو به عنوان آرتیست یا حالا اون سبک از کاری که منتشر کردی. ببین آخه از یه جایی مثلا من به خودم میگم که آقا اوکی، مثلا هدف اولشون اینه که خب بیان با یه لیبلی ببندن، بعد مثلا آهنگشون بگیره، بعد کنسرت بذارن، بعد دارم میگم که خب یه جای بیشتری باید باشه براشون دیگه. یعنی اگه تمرکز، یعنی فکرشون انقدر محدوده که خب ما دیگه کنسرت داریم میذاریم حله تمام، ولی اگه یه مقداری خودت روی آرتیستی میدونی که استاندارد مثلا موزیکی داری، توی لول جهانی باید کار کنی دیگه. یعنی تو باید خودت رو با استاندارد جهانی مقایسه کنی که آقا مثلا پلتفرم اصلی من نباید تلگرام و اینستاگرام باشه، آره. من باید روی اسپاتیفای و یوتیوب تمرکز کنم. آره الان تو رپ فارسی هنوز این بحثه هست که مثلا ما میخوایم رپ فارسی رو جهانی کنیم و میبینید که چقدر مانور داده میشه، موزیک میسازن مثلا با اسم اسپاتیفای یا اصلا کروس کار میبینیم مثلا توش اینجوریه که اگه همه بیان اسپاتیفای آره. و اینا داره شک گرفته اونجا ولی تو پاپ هنوز مثلا تلگرام میتونید اصلا خودشون مینویسن که میتونید از سایت‌های معتبر دانلود کنید. ببین این بچه‌های جدیدتر میدونن این قضیه رو، یعنی همین عرفان تماسبی که بهت میگم، حامیم، علی یاسین، اینا میدونن درک کردن این قضیه رو، دارن تلاش میکنن. سیروان خسروی قبل‌تر، محسن چاوشی خیلی قبل‌تر این شروع کرده این موجو، ولی همراهی نمیکنن. خب من نمیفهمم چقدر براتون سخته این قضیه، نه تنها برای خودتون، برای کل مارکت به نفعشه. یعنی این اتفاقی بیفته خیلی باحال‌تر میشه تا اینکه بیان توی اینستاگرام و نمیدونم. حالا اصلا حتی من نمیدونم که واقعا این آرتیست‌ها خودشون کاراشون رو میذارن رو پلتفرم‌ها یا اون مثلا جایی که باش قرارداد دارن. متخصص پلتفرم اینجاست دیگه، اینجا شما دیگه. میگم مثلا من با این چی میگن لیبل قرارداد دارم و این لیبل کار منو میذاره رو پلتفرم و هرچی مثلا اونجا پلی خوردم پولش به آرتیست میرسه، یا اصلا تو قرارداد این لحاظ میشه که پلی خورد استریمش مثلا پولش به یه حدی رسید این درصدش مال خود آرتیسته، یا اصلا اکثر اینایی که من میبینم کردیتش برای لیبلشونه، یعنی مثلا اکسیو نوین، لیما اینجوری خورده و به نظرم کل پولش مثلا استریمش در بلند مدت خیلی مهم میشه. آرتیست‌ها آره. اصلا نگاهشون کوتاه مدته. خب ما میدیم به لیبل بذاره بالا، تا حالی که اگه کردیت اسم خود آرتیست بخوره خیلی فرق میکنه داستان. خب بعد از حمید هیراد، مهدی احمدوند یک کار داد به نام بی‌حسی. چقدر همه آهنگا اسمشون حس داشت. حسین توکلی حس بود، احساس بود. مهدی احمدوند اینجوری بود که شروع شد که آهنگ گفتیم که ای بابا دوباره اینجوری، بعد یه دفعه بعد از مثلا 2 دقیقه تازه یه تغییری توی آهنگ مثلا ملودیش ایجاد شد و ما اینجوری بودیم که خب اوکی مثلا آره. تازه داریم چیزی میشنویم. اول نظر منفی بود، یعنی آره. گفتیم قافیه دوباره دستم خستم، آخه ما به عنوان مثال چند قسمت داریم اینجا میگیم خب، و چیزیه که یعنی یک فرمولیه که اولین چیزیه که به ذهن اون ترانه سرا میرسه. خب لیترالی اولین قافیه که ممکنه به ذهن هر نفر برسه هستم بابا مثلا دستم خستم. اینجوری شد. یعنی ما اول با این دید رفتیم که ای بابا دوباره قراره یه چیزی بشنویم، ولی بعد دیدیم که نه، مهدی احمدوند تلاش کرد خیلی، البته احساس میکنم که الهام گرفته از این ملودی آهنگ دیگه است، چون که بعید میدونم انقدر مثلا ساختاره جوری بود که به نظرم میرسید که اورجینالیتی نداشت اونقدر. ولی حالا یه چیزی که من میخواستم راجع به مهدی احمدوند بگم اینه که آقا ایده هاش زیاده برای یه موزیک. یعنی مثلا تو قصد داری 5 تا ایده رو چه توی میکس و مستر، چه توی مثلا خود وکال آهنگ، چه وکال آرتیست، چه توی شعر و اینا، همه رو بگنجونی توی آهنگ. برای همین طولانی میشه آهنگ، ولی ذوق مخاطب مثلا پس میزنه اینا. یعنی میگه که آقا من کشش مثلا 3 دقیقه و مثلا توانایی هندل کردن 3 تا ایده رو بیشتر ندارم توی آهنگ. تو اومدی مثلا توی هر چیزی 3 تا ایده دادی، در حالی که مثلا گنجایش 3 تا آهنگ این قضیه، و برای همین میبینه که نتیجه عکس میگیره از اینجا بعد. آره موزیک 5 دقیقه است، 5 دقیقه و 15 ثانیه بود دقیقاً، و خب ما اینجا بودی که بخش اولش گفتیم خب ساده است، تیزر هم داشتیم میدیم، تیزر هم ساده بود. اون مخصوصا اون تیکه که تو تیزر بود، یعنی داشتیم اونو گوش میدادیم میگفتیم این چیزی نداره واقعا. و یهو مثلا ملودی عوض شد، گفتیم خب اوکی داره خوب میشه، کیف کردیم و اینا. بعد اون دوباره یک خورده ادامه پیدا کرد، همون بعد یه دفعه یه ایده مثلا یه دفعه ادلیب اومد، گفتیم خب این یه ایده دیگه. بعد مثلا یه دفعه میکس و مستر اکو میشه اینا. میدونی کلی ایده توی یه آهنگ طولانی کردنش جواب نمیده. تو این ایده ها رو پخش کن توی مثلا 3 تا آهنگ، اینجوری بیشتر جواب میده. بعد مهدی احمدوند یه انتقادی که به همیشه هست بهش اینه که
صداش احساس نداره. یعنی مثلا رپی بخوام بزنم مثلا پوریا پوتک که انگار مثلا 10 تا آهنگ ازش بشنوی لاو باشه، گنگ باشه، همه چیز انگار داره انشا میکنه واسط. مهدی احمدوند هم تقریبا انتقاد بهش هست. یعنی تو این آهنگ کل آهنگ یک نواخت بود خوندنش. اگه مثلا ملودی تغییر نمیکرد واقعا خسته میشد گوشت که آقا این انگار مثلا داره از روی متن یه چیزی میخونه. و این یک باگیه که آهنگای مهدی احمدوند جدیدن دوچارش شده. موزیک بعدی فقط به یک دلیل قرار گرفته تو لیست. من اسم این آرتیست رو اصلا نشنیدم، فکر نمی‌کنم علی هم شنیده باشه تا قبل این. آرتیست اسمش فرواگه و موزیک اسمش دستم نمیرسده. من فقط رفتم تو پیجش و دیدم مثلا 32 کا 33 کا اینا فالوور داره و توی کپشن نوشته بود که با تشکر از مهران مدیری و علی اوجی. نفهمیدم که این دو نفر چه نقشی توی موزیک داشتن، ولی خب گفتیم شاید مثلا بهش بپردازیم بعد نباشه. و حالا نظر تو بگو. من وقتی که موزیکو شنیدم اولا چیزی که جلب توجه کرد برام آهنگسازی متفاوتش بود. یعنی از صداهای استفاده شده بود که خب البته خیلی یه جور آلترناتیو موزیک توی فضای موسیقی فارسی، ولی آلترناتیو به چه قیمتی؟ من داشتم فکر می‌کردم که آقا نهایت این موزیک بتونه تو کافه‌ها پلی بشه و اینا در سطحی نمیتونه همون طرفدارای موسیقی آلترناتیو فارسی هم فکر نکنم اونقدر استقبال کنن ازش، چون که یه مقداری آهنگسازی متفاوته اما واقعا جور در نمیاد اسم میکنم. یعنی وکاله کنار اون شعره کنار این موسیقی با هم انگار چفت نشده، یه حس خوبی من نمیداد در نهایت خروجی کار. آره به نظر منم یعنی اگه ما یه بخشی جدا داشتیم برای جریان فرعی، آره اونجوری بهتر میشه قضاوت کرد راجع به موزیکا. این مثلا میتونست اونجا و در کنار سایر موزیکایی که تو اون دسته قرار میگیرن مقایسه بشه. ولی الان با توجه به اینکه ما مثلا داریم به راجع به احمد سلو و حمید هیراد صحبت میکنیم، این موزیک آنچنان شباهتی به اینا نداشت. مثلا توی یه اسکیل نمیتونیم مقایسهش کنیم، یعنی یه کار سختیه مقدار. و تمه منو یاد کارهای راک ایرانی مینداخت، با اینکه مثلا موزیک شاید بیت مثلا میدی بوم بپ توری همچین حالتی داره، ولی منو یاد کارهای راک ایرانی قدیمی مینداخت. یه تلفیقی از چند تا استایل بود. علی اوج کلا دوست داره کارهای متفاوت انجام بده. یه مقداری رد پای استایل رضا یزدانی هم تو بعضی جاش میدیدی که چون علی اوج تهیه کننده رضا یزدانیه همه چیزو سعی کرده با هم دیگه. آره همه چیزو سعی کرده با هم داشته باشه ولی جور در نمیاد اونقدر. آقا گل منو اذیت نکنید آقا. من بهت گفتم که آقا گلش اذیت نکنه. اگه گلش اذیت کردی که اومد موزیک بس وارد دیگه. آره من اینو گل منو اذیت نکنید اینو توییتش کرده بودم، شاید حالا اینجام بگم بد نباشه. من این ویدیو رو دیدم، این آقایی که اینو میخونه و گیتار میزنه و خیلی وایرال شده، فکر میکردم داره فعل بداهه یه چیز میپرونه. یعنی اصلا فکرشو نمیکردم که یک موزیکی ما داریم واقعی باشه، یه نفر اینو خونده باشه یه آرتیست دیگه و این داره مثلا بازخونی میکنه اون. اصلا همچین تصوری نداشتم. بعد یهو مثلا تو اکسپلور دیدم یه آقایی با یه موهای چیز اومده تا رو چشش داره اینو واقعا میخونه و باز هم گفتم یعنی واقعا موزیک اصلیه اینه. بعد فهمیدم مثل اینکه واقعا ایشون یه خواننده‌ایه که این موزیکو خونده. خدا وکیلی اون پسره بهتر نخوند از خواننده اصلی. نمیدونم فعلا چی بگم. خیلی که برای همین اصلا دیگه ریلیز رسمی نکرد امیر ماهان اون ترکو دیگه. کردیت این کارو داد به اصلا هم ابوالفضل نمیدونم چی بود. یعنی من فکر نکنم ریلیز شده باشه رسما، تو اینستاش فقط بود. تو اینستا من دارم یه ویدیوی کوتاه تو اینستا دیدم که داشتن مقایسهش میکردن با شروین حاجی پور که مثلا میگفتن داره از سعی میکنه شبیه اون بشه یا حالا این خلاصه خودش پتانسیل داره. الان همین موزیکو که گوش کردیم، آره موزیک اسمش دختر خوبه که این هفته اومده. دختر خوب یه جوریه که من پتانسیل رو توش حس میکنم، ولی یه جورایی انگار میترسیده از این که بخواد خودش رو بیشتر بروز بده تو آهنگ. من حس میکنم چه چیزی رو، چون که مثلا ویدیوهاشو دیدم تو اینستا توانش بیشتر از اینه، ولی یه مقدار خودش رو محدود کرده. حالا به خاطر آهنگ سازی بوده یا هر چیزی اونقدر نتونست خودش ابراز کنه که من بتونم قضاوت درستی داشته باشم از ادامه روند کاریش. ببینید امیر ماهان، من این کارو که گوش دادم چیزی که یعنی یادداشت کردم که اینجا بگم راجبش اینه که کورسش خوب نبود و آنچنان چون متن متفاوتی هم نداشت، یعنی فکر میکنم چند خط نوشته بود کلا و دو لاین اولی که شروع کرد به خوندن اصلا پاز زدم، گفتم دیگه اصلا قافیه رو که اصلا خراب کردی. توی مثلا فکر میکنم دیوونه بود، اصلا قافیه نبود ردیف بود انگار. چه قافیه نداشت، فقط ردیف داشت.
آره یعنی نمیدونم چجوری هر دوتاش مثلا به دیوونه ختم شده بود با یه جوری که میزد تو ذوق آدم. یعنی میگم دو لاین اولی پلی شد زدم پاز زدم، آنچنان این کار به نظرم کار خوبی نبود. من کل دیسکوگرافیشو که گوش ندادم. یعنی اگه کار اول بود یه مقداری باید وسواست بیشتر باشه روی کار اول، که مثلا آدم اولین بار مواجه میشه با کارت، یه مقداری وسواست باید بیشتر کنی. آره شعرت خوب شما نبود. تازه یه ویدیو ازت، یه آهنگت به واسطه حالا هر چیزی واقعا آره الان وایرال شده، تو باید این فرصت رو اینقدر صفر بچسبی که کار بعدیت از اون بهتر بشه، نه اینکه اصلا به پای اون نرسه. اصلا اگر اون ترک گل من رو ریلیز نکرده بودی که اصلا اونو باید ریلیز میکردی، اصلا خیلی منطقی بود که اون کارو بکنی. و اگرم کرده بودی توی این آهنگ سعی میکردی یه رفرنسی حداقل به اون بدی یا یه استایل شبیه اون بخونی که یه جوری مخاطب ارتباط برقرار کنه. یه سری چیز مارکتینگ ساده است که نمیدونم چرا انجامش نمیدن. از این بگذریم، کار بعدی رضا یزدانی جاده، این همین فکر کنم امروز اومده اگه اشتباه نکنم. 10 آذر اومد ترکش. 10 آذر اومده. به نظر من ما الان مثلا چند هفته است که مثلا کارهای اخیر 3-4 تا کار اخیر رضا یزدانی همه رو گوش دادیم دیگه. آره داریم بررسیش می‌کنیم. رضا یزدانی باز چیزی که ما یعنی اول این که دیدیم می‌خواستیم گیر بدیم به کاوره باز عکس خود رضا یزدانی به تنهایی اگر باشه میگی خب اوکی، ولی وقتی اون فونتا رو میبینی و اطلاعاتی که مثلا اونجا نوشته شده میگی چرا باید این قسمت تصویر اصلا این قرار بگیره، چرا باید با این فونت این رنگ یک جوری باشه که اصلا خوندنش سخت باشه انقدر. اینا چیزاییه که واقعا چیزای مهمیه، یعنی خیلی مهمه و بدیهیه. اصلا من واقعا شرمم میاد که ما داریم راجع به این قضیه صحبت میکنیم که آقا وقتی متن یه رنگی برای فونتت انتخاب میکنی بک‌گراندش نباید جوری باشه که محوش متن توش. آره بعد چرا چسبیده به کنارش؟ آقا یه چیزی یه فاصله منطقی براش در نظر بگیر، بیاد این وسط‌تر. یعنی تو یه فونتی رو اگه بخری، آقا این همه فونت فارسی وجود داره، اصلا انگلیسی براش چی میخوای بنویسی؟ فونت فارسی بگی قیمتش مثلا 200,000 تومان، از همون کل کاور آرتاتو با همون بزن. آقا اون عکس اوکی، عکس جالبیه، پشتش هم محو کردی دمت گرم، ولی چرا فونتت اینه؟ چرا قشنگ معلومه که با پیکس آرت هم نزده، به خدا با همون گوشی زده. هر هفته داری پیکس آرت رو میگی و بچه‌ها بهشون برمیخوره آخر فکر کنم. آخه چرا من نمیفهمم. ما بیشتر انتقادی که به رضا یزدانی داریم سر کاور آرتاشه. مرد حسابی درست کن. آره وگرنه ترانه خوب بود به نظرم، با توجه به اینکه 3 تا ترانه سرا داشت. دراپش هم قوی بود، یعنی دراپ کورسش هم قوی بود. ولی مثلا ما این 3-4 تا آهنگی که گوش دادیم کانسپت داره تکراری میشه، همش راجع به رفتنشه، یعنی همش راجع به رفتن یار داره میخونه. یعنی اصلا اون اولین آهنگه که مثلا چی بود اسمش، بعد از رفتنت یه همچین چیزی بود که بعد از رفتن این اتفاقا برام میفته. بعد جسد بود. آره بعدش اسم آهنگش جسد بود که اونم میگه بعد من وقتی که رفتی شبیه جسدم فلان اینا. الان این آهنگم دوباره راجع به همین دور صحبت میکنه، تو که بری من نمیدونم موزیک مورد علاقه‌مو تو راه پلی میکنم و اینا. موزیک مورد علاقه تو رو. آره موزیک مورد علاقه تو رو تو راه موقع رانندگی گوش میکنم اینا. میدونی کانسپت چقدر دیگه میخواد از این کانسپت استفاده کنی؟ بس دیگه یه مقدار راجع به اومدنش صحبت کنید دفعه. چه جوری برگرده، چه جوری میشه فضا، همش راجع به رفتن میگه. خب از موزیکا که بگذریم، موزیک ویدیو هم داشتیم این هفته و تعدادشون هم بدکی نبود. خوب فعال شدم پاپ‌کورن عزیز توی زمینه موزیک ویدیو. هفته پیش که موزیک ویدیوها ترکوندن، انقلاب کردن دیگه یه دفعه. حتی الان داشتیم یعنی راجبش صحبت می‌کردیم، دوباره داشتیم موزیکا رو گوش میدادیم و موزیک ویدیو رو میدیدیم. یعنی مثلا داشتیم با اونا مقایسه می‌کردیم دیگه، گفتیم خب بالاخره آرون افشار و محسن ابراهیم زاده چی دارن مثلا که سینا شعبانخانی نداره. آره قشنگ تبدیل به یه معیار شده اون ویدیوها، واقعا لول خوبی داشت. آره الان سینا شعبانخانی جاده یک طرفه شما تو فکر میکنم بررسی هفتگی قبلی که 3 آذر بود، نه تو قبلی اولیش راجع به موزیک صحبت کردیم، راجع به اینکه مثلا گفتیم یه جوری داره ادای کلمات انجام میده که نقشه بیخیال و بازی کنی. اصلا خود اون سایتی که ما داشتیم متن رو روش میخوندیم همون سایت نفهمیده بود که نقشه بیخیاله یا نقش یک بیخیاله. این داستانا رو صحبت کردیم. الان موزیک ویدیو رو دیدیم، به نظرت چطور بود؟ ببین اول اینکه موزیک ویدیو باید یه هدفی داشته باشه، یا انقدر آهنگ ترکیده که بعداً تصمیم میگیری باهاش موزیک ویدیو بسازی، یا اینکه یه ایده خیلی ناب مثلا حالا خیلی ناب هم نه، یه ایده جالب مثل ایده آرون افشار داری برای موزیک ویدیو که میگی خب اینو من موزیک ویدیو کنم.
ببین وقتی توی هیچ قالبی نگنجه موزیک ویدیو، صرفا نشستی اونجا و 3 تا شات مختلف فقط داری توش تکون میخوری، این موزیک ویدیو، ایده موزیک ویدیو برای سال 70 مثلا 8، برای 80 مثلا 2 3 دیگه. بعد از این موزیک ویدیوها یه تغییری کردن دیگه. یعنی من اون زمان یادمه که یه سری حرکت مثلا فرزاد فرزین اون موقع موزیک ویدیو باحالی میبست، همچنان داریم میبینیم مثلا 2 3 تا المان ماشین، مثلا آرتیست که عینک آفتابی زده و مثلا داره میخونه. آره تموم شده آقا، هیچ ایده‌ای من تو این موزیک ویدیو نمیبینم. منم همینطور بودم. یعنی گفتم خب این موزیک ویدیو، دوستان عزیز دستن در کار تهیه موزیک ویدیو فقط زحمت کشیده بودن، 3 تا ماشین آورده بودن. یعنی اون لوکیشنه که توش بودن چیز خاصی نبود. بعد خود سینا شعبان خانی مثلا آنچنان اکت خاصی نداشت. یعنی اصلا کارگردانی که وجود نداشت عملا توی موزیک ویدیو. آره همش شات بودن، یعنی واسه شده بود. یا مثلا داره با آهنگ میخونه یا اینجوری واسطه موزیک که داره مثلا پخش میشه، سینا شعبان خانی داره اینجوری میکنه، مثلا پاشو میکنه زمین، همین. آره تدوینگر، یعنی قشنگ ابتدایی ترین کار نشسته بود 30 دقیقه کلا وقت خورده ازش تدوین این کار. آره بعد اینجوری کرده که مثلا دوبس رو هر کدوم از این دوبسا یه مارکر گذاشته، بعد اونجا شات زده مثلا از این بره روی اون یکی، از این شات بره روی اون یکی. داخل ادیت ویدیوهای ما سخت‌تره. واقعا ما کارهای سخت‌تری می‌کنیم واسه این دید ما و اینا. حداقل فرمت مثلا فایل رو مجبوریم عوض کنیم. خب یه دو تا برنامه همین دیر میشه اینقدر آپلود دیگه. آره مثلا امروز جمعه است، ما داریم 10 آذر امروز داریم اینو ضبط میکنیم. امروز تازه مثلا مال 3 آذر رو فکر کنم پابلیکش کردیم. یعنی در این حد مستر تایم. آره بعدی چی بود؟ بعد از سینا شعبان خانی رضا صادقی مرداب. اولین چیزی که برای من جالب بود این بود که اولا کیفیت موزیک خوب بود، موزیک هیت شد. رضا صادقی عجیبه، این آدم مثلا 2 دهه توی موزیک ایرانه و هنوز داره هیت تولید میکنه. این خیلی ریسپکت زیاد دارم واسش. آره. و ریسپکت بیشتر برای اینکه با خانواده هیپ هاپ در ارتباط، ایده میده به بچه‌ها و خیلی باحال در ارتباط. چرسی رو توی فکر کنم آرشو یا همچین چیزی بود، یه شوی برای خودش شروع کرده بود که چرسی رو آورده اونجا فریستایل کرده بود. آره ریسپکت زیاد کلا رضا صادقی. و اینکه ایده جالب بود که از مثلا هنرمندای اون سریال جدا مثلا شات اختصاصی بگیره برای موزیک ویدیو. دقیقاً. من انتظار داشتم که یه سری مثلا سکانس‌های سریال، مثلا محسن چاوشی اکثر موزیک ویدیوش همینجوریه که سکانس‌های مختلف سریال تبدیل شده به موزیک ویدیوش، ولی نه اینجا قشنگ کارگردانی داره، مثلا شات‌های مختلف گرفتن. اون تیکه که میگه مرداب واقعا از بالا مثلا یه بازیگر اومده نشسته و حالت مرداب رو مثلا نشون دادن و این باحاله. یعنی همچین چیزی من خیلی ندیده بودم توی سبک مثلا پاپ که انجام بدن کار. آره حالا ما سریال مردابو که قطعا ندیدیم، اینم نگفتیم که این موزیک اولین موزیک ویدیویی بوده که واسه مرداب، سریال مرداب ساخته شده. فکر می‌کنم تهیه کننده یا کارگردانش محمد شایسته بوده. بعد مثلا بازیگرای خوبی هم داشت. حمید جعفری بود، حامد کمیلی بود. آره اینا بودن. خب اینجوری بودیم که ما، یعنی دقیقاً من انتظار داشتم عین مثلا موزیکایی که محسن چاوشی میخونه واسه الان داره میاد دیگه، واسه سریال زخم کاری داره میاد، چند تا سکانس همونطور که علی گفت از اون. شهرزاد هم همینجوری بود کلا. شهرزاد هم همینجوری بود. ولی اینجا ما سریال مردابو که ندیدیم، اما به نظر می اومد که این بازیگرا واقعا در یک فضایی قرار گرفتن که یک شات‌های تهیه کنن مخصوص این موزیکه، یعنی مخصوصی این که این ویدیوه کار باحالی در بیار و این خیلی خوب بود به نظرم. یعنی این که جدا نمیدونن موزیک تیتراژو از بقیه سریال خیلی ایده درستیه. یعنی یک مارکتینگ دو طرفه است. یعنی خیلی وقتا اسم رضا صادقی روی یک سریال باعث میشه خیلی از مخاطبای رضا صادقی برن سریال رو ببینن. درست. چیزی که مثلا محسن چاوشی خیلی این اتفاق برای سریالایی که محسن چاوشی تیتراژ خونده افتاده. من شهرزاد اصلا به خاطر محسن چاوشی رفتم دیدم. یا مثلا اون سریال، یه سریال دیگه هم بود که آهنگ باب دلمی تیتراژش بود که اونم مثلا به خاطر محسن چاوشی رفتم دیدم. الان رضا صادقی یه مارکتینگ دو طرفه داره ایجاد میکنه، از بازیگرای اون سریال داره استفاده میکنه برای موزیک ویدیوش که مخاطبای اون سریال بیان موزیک ویدیو رو ببینن. از اون طرف مخاطبای رضا صادقی هم میرن احتمالاً چند تاشون این سریال رو ببینن و مخاطب سریال بره بالا. یه ایده خیلی درسته، یه مارکتینگ خیلی ابتدایی ولی درست که مثلا توی موزیک مثلا ایران تا الان نبوده و تازه داره انجام میشه. آره منم ندیده بودم نمونه ایرانیشو قبلا. بعدیش عرفان طهماسبی مترسک رو خیلی وقت پیش داده بود، 1 سال پیش فکر کنم، پارسال ترند بود قشنگ.
این دفعه یه ویدیو خیلی ساده من دیدم تو کانال تلگرامش نوشته بود، یعنی لینک یوتیوب گذاشته بود و دیسکریپشن کانال یوتیوبش این بود، اون ویدیو یوتیوبش این بود که عرفان طهماسبی و دریا دارن مترسک رو میخونن. بعد من گفتم دریا کیه مثلا؟ مجوز نداره یه چجوری آره دختره مثلا، خب باید بچه‌شه شاید. آره بعد مترسک هم تازه من از اسم متوجه نبودم که منظورش این موزیک هست و دیدم نه مثلا اینکه گیتار ورژنشه و حتی موزیک ویدیوش هم سال پیش آپلود شده اصلیش و این یک نسخه یه گیتارش بود که کنار دریا خیلی ساده با پای پتی طبق معمول. نکته اصلی داستان اینه که عرفان طهماسبی فهمیده آقا من اگر مثلا موزیک ویدیو هم داره از یه چنل دیگه از پرشن مدیا گروپ میاد، من چنل مستقل خودم باید داشته باشم، به خاطر اینکه فهمیده توی بازار مارکت جهانی همه موزیک ویدیو با اینکه تحت لیبلن ولی به اسم خود کانال آرتیست میان بالا. حالا درسته مثلا درآمد استریمش به همون لیبل میرسه، ولی این دیگه برندینگ ساده است که آقا تو اسم توی فضای مثلا پلتفرم‌های استریمینگ باید هویت مستقل داشته باشه، موزیکات باید توی کانالت اد شده باشن اگه توی کانال دیگه هم منتشر شده باشن. مثلا دریک به محض اینکه چه میدونم توی آندرویدار میره، توی مثلا فایر این بوس میره، سریع اون ویدیو رو اد میکنه تو کانالش، چون که میدونه آقا مخاطب سردرگم نشه توی 5 تا مثلا کانال مختلف نگرده برای اینکه موزیکاتو گوش بده. دقیقاً با دیسکوگرافی تو کانال خودت باشه دیگه، اصلا کسی انتظارش نداره که بره یه کانال دیگر رو چک کنم که حالا موزیک شما رو اونجا ببینم. یه ریپوست ساده یا یه پستی تو یوتیوب از اون میذارن، لینکشو میذارن، حداقل ترین کار این کارا. اصلا ایوان بند ما داریم توی ایران که موزیک ویدیو از کانال یوتیوب کارگردان اون ویدیو منتشر شده. یعنی چی این حرکت؟ من چرا باید برای اینکه موزیک ویدیو شما رو یعنی فقط روی این فکر کردن که ممکنه یه نفر سرچ کنه ایوان بند اسم موزیک و تو یوتیوب بزنه و خب اینجوری اگر باشه آره آهنگ شما اونجا لیست میشه. حالتی که مثلا تنها حالت سئویه که مثلا ممکنه برای اون اتفاق بیفته. ولی از این نظر شما قضیه نگاه کنید که من میخوام تازه ایوان بند رو دنبال کنم و خب سرچ میکنم ایوان بند، کانال یوتیوبش برام میاد و اونایی که اونجاست رو میبینم. من چرا باید سرچ کنم مثلا که آیا از کانال کارگردان شما، کارگردان ویدیو شما مثلا یه آهنگ اومده یا نه؟ حتی اصلا کارگردان‌های خیلی معروف مثل کول بنت هست اونور دنیا که وقتی مثلا یک ویدیو کارگردانی میکنه، حالا اگر بخواین خیلی کردیت بدین به اون شخص، اون موزیک ویدیو میاد و از کانال رسمی آرتیست منتشر میشه اما توی تایتل نوشته مثلا دایرکتور کول بنت. خب این اتفاق میفته. اینجوری نیست که از کانال یوتیوب اون کول بنت مثلا موزیک ویدیو امینم شما ببینی. خیلی ساده است، قابلیت منشن برای همینه. مثلا کارگردان ادس مثلا ادش میکنن و دیگه منشنش میکنن و تموم میشه. الان یکی از مشکلات اصلی آرتیستای مثلا مجاز ما اینه که هویت مثلا استریمینگشون واقعا ناقصه. یعنی اسپاتیفایشون که تا همین 1 سال پیش واقعا افتضاح بود وضعش. یعنی مثلا 2 تا موزیک اومده بود، 5 تا موزیک نبود. مثلا من یادمه که یه سری آلبوم وریس آرتیست قبلا پخش میشد، مثلا نبود کلا. مثلا یه آلبوم ما بود فکر کنم اسمش، که هم توی رپ فارسی ما داشتیم هم توی موسیقی پاپ داشتیم که وریس آرتیست بود. مثلا اونجا یک نفر آپلود کرده بود ولی مثلا توی دیسکوگرافیش که نمیاد بود، به اسم وریس آرتیست آپلود شده بود و اینو مثلا بعدا رفتن درست کردن. و این مثلا باگای خیلی ساده‌ایه که باید این اصلاح بشه. آره حالا ما داریم راجع پلتفرم صحبت میکنیم، میگیم که اسپاتیفایشون قبلا خیلی داغون بوده، فکر نکنیم مثلا یوتیوب آرتیستامون خیلی خوبه. همونا، یعنی یوتیوب بدتره واسه. یوتیوب افتضاحه. یعنی آرتیست میبینی چند میلیون فالوور داره تو اینستاگرام، بعد از 10 روز مثلا 2K افتضاح. واقعا این زشته. یعنی مثلا یک نفر از خارج از مثلا این فضای آشنا به موسیقی ما، اصلا این نفر از خارج بیاد، مثلا یک ایرانی نیست، بیاد ببینه که او مثلا این موزیک مثلا جالبه، خب پس یارو مثلا 2-3 میلیون فالوور داره، برام مثلا پلتفرماشو چک کنم. بعد میره توی اسپاتیفای میبینه مثلا 100K ویو خورده ترکش، مثلا بیشترین ویوش مثلا 500K. آره. یوتیوبش مثلا 40K ویو داره بعد از 1 سال مثلا. آره اصلا یک چیزی که الان توی رپ فارسی ما خیلی وقته، الان دیگه میشه گفت خیلی وقته دارن روش مانور میدن و شما میبینید آرتیستایی که توی رپ فعالیت میکنن، تو هیپ هاپ فعالیت میکنن، نصف اون آرتیستی که مثلا تو پاپ داره فعالیت میکنه فالوور نداره
ولی استریماشون مثلا 2 برابره 3 برابره. چرا این اتفاق خب نیفته تو پاپ؟ چرا مثلا درآمد آرتیست از اون استریما نباشه؟ توی رپ الان تنها منبع درآمد خیلی‌ها فقط اون استریماست. یعنی یه چیز خیلی بدیهیه و نمیدونم چیه پشت داستان چیه. آیا اگر مثلا لیبلیه، من واقعا دعوت میکنم از هر مثلا مدیر لیبل یا هر کسی که با این لیبل‌ها در ارتباطه که آیا دلیلی پشت این قضیه هست که پلتفرم‌های استریمینگ اینقدر پخش و پلاه برای کارنامه کاری آرتیست؟ ما واقعا دوستان راجع به این قضیه صحبت کنیم، چون میدونم که این قضیه خیلی میتونه به پیشرفت کل مارکت موسیقی کمک کنه، نه فقط یک سبک. و این خیلی مسئله مهمیه که اصلا جدی نمیگیرنش. تک و توک آرتیست‌ها هستن که دارن این کار انجام میدن، ولی باید یه وحدت و یک پارچگی ایجاد بشه تو این قضیه. آره. خب از عرفان طهماسبی هم که بگذریم، یه موزیک اومده به اسم برادران لیلا اساسی. بگو چی؟ بگو یا رب العالمین آمین یا رب العالمین. بگو آمین یا رب العالمین. کوروس این کاره میگه که آقا یه شاسی بلند میخوام که وقتی راه میرم بلرزه زمین. آفرین. روزبه بمانی همچین تکستی نمیتونه بگه دوستان. ولی خداوکیلی ساسی هم توی دامبولی ضعیف شده. یعنی واقعا توی مارکتینگ همونجوری داره خوب پیش میره، ولی ایده ها کم کم داره میخوابه دیگه. یعنی ساسی هم داره از المان های تکراری استفاده میکنه. ایده مثلا خلاقیت ساسی بیشتر از این که موزیکش بترکه به خاطر اون ایده ای که داشتش میترکید دیگه. اوجش مثلا اون بازیگر اون چیزا رو آورده بود دیگه، مثلا اون خیلی مثلا سر و صدا کرد، ولی الان یه مقداری افت کرده از این قضیه. یه تیزر کوتاهی ازش منتشر شده که تو این تیزره نکته‌های جالبی بود که میتونست مخاطب جذب کنه، ولی هنوز اون ویدیو به طور کامل پخش نشده و ما نمیدونیم که آیا ویدیو کاملتری اصلا در کار هست یا نه، که به نظر میاد طبیعتاً یعنی باید باشه. الان موزیکه که اینجوریه که به خاطر رفرنس هایی که میده، اسامی که اسم میبره و حالا نیم دراپ انجام میده دیگه. اصلا نیم دراپ الان یه چیز خیلی معمولیه اونور دنیا و اصلا یه سری میما رو مستقیم استفاده کرد تو ترک. مثل همون سمیه. آره مثل همون سمیه. یا این همین توی همین موزیکه اشاره میکرد که اون آقای چی بود، آمریکا اسرائیل. آره آمریکا اسرائیل. همین واقعا نمیدونم چیز خوبی داری، یا مثلا همون یارو که میگفت کشته شد همه اینا رو استفاده کرده. آره یعنی آپدیت موزیک از این نظر. فقط مونده یه نفری که یک آرتیست مثلا یه خورده کار چی بگم یه خورده قابل احترام تره، این یک چیزی استفاده کنه. میشه از خیلی المان‌ها استفاده کرد تو موزیک که اون بترکه. آفرین، خیلی قشنگ گفت. یعنی چجوری توضیح بدم؟ یک نفر مثل یکی بگو خیلی اصلا احترامش واجب باشه. احترامش واجب. همایون شجریان. حالا مثلا انتظار نداریم راجع به نوید محمدزاده تو موزیکش صحبت کنه، خب ولی نیم دراپ کردن یه چیز کی بود گفت تو موزیکش گفته بود که حسودی میکنم به محسن که کاراتو گوش میده. ای بابا اسمش یادم رفت. کی میگه؟ ای خدا، یکی از خواننده هایی بود، من همین چند وقتی پیش یه آهنگ داره که توش میگه من به محسن حسودی میشه که مثلا اونی که من عاشقشم مثلا آهنگای محسن رو گوش میده. بعد منظورش محسن چاوشی بود. ببین محسن چاوشی خودش این کارو انجام میده، روزبه بمانی هم این کارو انجام میده. یعنی این دو نفر از این کارو انجام میدن. محسن چاوشی که قشنگ مثلا میاد رفرنس میده، نمیدونم از بابل سر تا شمال فلان اینا، ولی خب میم قاعدتا استفاده نمیتونن بکنن. آره نه انتظار نه میم ولی یه سری کنه. چیز المان آشنا ممکن استفاده کنن. مثلا روزبه بمانی خیلی رفرنس معمولا میده به دهه 60 و اینا، میگه آقا مثلا کتک خوردن سر مدرسه، سر صف مدرسه، مثلا بوی نارنگی و این چیزا رو خیلی استفاده کرد تو شعراش. باحال اینا. آره اینا باحاله. این حس مثلا آشنایی گرایی یه جورایی دیگه. ترانه سرا یاد بگیرن. ترانه سرا واقعا یاد بگیرن. از اون هستم و خستم واقعا دست بکشید. یعنی موزیکی که 3 تا ترانه سرا داره ما انتظار خیلی بالاتری از اینا داریم، واقعا خیلی بالاتر. این در حد مثلا هم نقاشی میاد بعضی وقت کاور مثلا یکی رو میخوان مسخره کنن، میگن 5 ساله از تهران، 5 ساله از مثلا کرج یارو. خب ولی ترانه ها اونچنان چیزی نیست. یعنی انگار مثلا یه دانش آموز مثلا دبیرستان که حالا فارسی سوم دبیرستان رو پاس کرده و مثلا با نمره 12 تونسته رد بشه و بره سال بعد که حالا
چیز کنه، ولی اون میتونه بهتر بنویسه. باور کنید ما تو مدرسه‌مون تو دبیرستان یه چیزی داشتیم که بعضی وقتا معلما به بچه‌ها میگفتن یه متن بنویسید بیا سر صف بخونید جلوی بچه‌ها. خیلی یا ترانه‌شون اون انشایی که نوشته بودن، یعنی ترانه که نه، اون انشایی که نوشته بودن از این ترانه‌هایی که الان داریم میشنویم واقعا بهتر بود. یعنی من آهنگای هفته رو دارم جمع میکنم که مثلا بشینیم با علی بعد دوتایی گوش بدیم و راجع بهشون نظر بدیم، چون نمیخوایم بعضی از دوستان استرایک بزنن به ویدیو، آهنگم پلی نمیکنیم تو ویدیو، فقط اسم میبریم و گوش میدیم قبل ویدیو. و اینجوری هم که مثلا همون یه تیکشو پلی میکنم، حالا دارم اسمشو مینویسم اینجا دیگه، یه تیکه رو پلی میکنم، یعنی وسطش به خودم میگم اصلا یه ویدیو بگیرم بذارم اینستاگرام که آقا شمایی که مخاطب پاپ هستین چی رو گوش میدین، این آرتیست الان چی داره که شما براش فن پیج زدی و داری خودتو پاره میکنی، مثلا براش زیر کامنتای زیر پست دید ما اون آرتیست چی داشته که شما اینقدر طرفدارشی. بعد اگر ما میذاریم یک ویدیویی به نام تیترمون چیه؟ خلاقیت یا کپی برداری. اصلا ما مگه گفتیم که اون آرتیست کپی برداری کرده؟ ما انداختیم زمین، شما چرا برداشتید دوست عزیز؟ والا ما اصلا دوست داشتیم یه بخشی داشته باشیم که هم هر کی سامپل کرده رو اونجا بذاریم، هم هر کی الهام گرفته رو اونجا بذاریم، هم هر کی که کپی کرده و کاور کرده رو بذاریم. ما پستر رو گذاشتیم که شما خودتون حالا قضاوت رو انجام بدید. حالا شما فن پیج اون طرف هستید، از رو هشتگ مثلا پستای ما رو پیدا کردید، یکیشون دیده و بقیه گفته بیان. آره شاید هم اینجوری هم نمیدونم، بالاخره چون به نظر می اومد همشون همسن و سال باشن. بالاخره بگذریم آقا بگذریم. موزیکا و موزیک ویدیوها رو گفتیم. 2-3 تا خبر بیشتر نداشتیم این هفته که بخوایم راجبش صحبت کنیم. یکیش این که توماج صالحی مجددا بازداشت شد. توماج صالحی هفته پیش آزاد شده بود به خاطر خبر تکراری همیشه. آره هفته پیش آزاد شده بود و با قید وثیقه آزاد شده بود. به محض آزاد شدن یه چند تا عکس ازش منتشر شد و یه سریا گفتن چرا سالمه و این داستانا. بعد یه ویدیو گرفت راجع به این چیزا صحبت کرد که آقا من چرا سالمم و این قضایی که مثلا انگشتم شکسته بوده یا پام اذیت می‌کرده و این داستانا مال چند وقت پیش بوده و چند خوب شدم و این داستانا. بعد دوباره توش یه ادعایی مطرح کرد که من تو اخبار خوندم اتهام زدن دوباره به خاطر اون ویدیو بهش و سر اون مثل اینکه تو خیابون اصلا بازداشتش کردن، گفتن حتی کتکش هم زدن، حالا نمیدونیم دیگه. جدا از این احسان حائری داشتی میگفتی؟ آره اینو تو بگو. شاعر چهارتار احسان حائری که تقریبا همه آهنگایی که تحت عنوان چهارتار پخش شده رو شاعرش احسان حائری بود، ولی از 2 سال پیش یا فکر کنم در جریان حواشی پارسال که اتفاق افتاد احسان حائری توقیف شد فعالیتش و از ایران هم رفت. اون بین یادمه که یه لایوی هم گرفته بود با خود آرمان گرچسبی خواننده چهارتار صحبت می‌کردن اینا، ولی الان این خبر عجیب اومده که احسان حائری رو به خاطر اینکه بتونن فعالیت چهارتار ادامه بدن از تیم حذف کردن یه جوری. یعنی الان دیگه عضو رسمی مثلا چهارتار نیست و احتمالاً دیگه شروع کنن از شاعرای دیگه برای کارشون استفاده کنن چهارتار، که این ناراحت کننده است، چون که این چهارتار اصلا برندش اینه که اون 4 نفر همیشه توی کاور آلبوم باشن و همیشه اسم احسان حائری اون زیر بخوره و این که نیست. یه مقداری ناراحت کننده است به شخصه، ولی نمیدونم چی قرار بشه. آره دیگه. از اینم که بگذاریم، خبر آخری یه ویدیویی منتشر شد که نمیدونم فکر میکنم بیشتر میشه تو بخش فان دیده ما مثلا اینو گذاشت. تو کنسرت محسن یگانه یه خانومی بلند شد و مثل به نظر من ردیف اول دوم نشسته بوده، مثل این که بلند شد و رفت دم استیج و گوشیشو داد که محسن یگانه یه ویدیو بگیره و محسن یگانه هم گوشیشو گرفت، داشت از خودش سلفی میگرفت، فکر میکنم اینطور به نظر میومد و همچنان میخوند. بعد که مثلا کارش تموم شد میخواست گوشیو بده، مأموری که حالا حراست سالن به نظر می اومد یا هر چیزی اون اومد و محسن یگانه هم گوشیو داد به ایشون، نداد به خانومه. چرا واقعا این حرکتو زد؟ بعدها مثلا حالا من خوندم گفتن خب حراست سالن گوشیو گرفته قبل اینکه بده به خانومه، اون ویدیو رو پاک کرده و بعد تحویل داده. اولا چرا محسن یگانه اون ویدیو رو گرفت و چرا داد بده حراسته؟ چرا واقعا نمیدونم. یعنی چیز عجیبی بود. یعنی ویدیویی بود که
حالا رو ویدیو این ادعا شده بود دیگه، ما که نمیدونیم واقعا این اتفاق افتاده و اون ویدیو مثلا پاک شده از گوشیش یا نه، ولی خب چیزی که بود اون مأمور حراست و اون خانومه از کادر رفتن بیرون و این تیتری بود که روی ویدیو خورده بود جایی که ما دیدیم. همین دیگه. این هفته هم تموم شد. این هفته خیلی انتقاد کردیم، خیلی حرف زدیم، اعصابمون خورد شده بود. یه کار متفاوت بکنید تو رو خدا وکیلی حرکتی بزنید. آرتیستایی که یه مقداری خلاق‌ترن کار نمیدن، همشون سولد اوت کردن، هی دارن کنسرت میدن. یکی دلیلش هم همینه واقعا، چون آرتیستایی که کار خوب میکنن همش در کنسرتن، اجراشون پر میشه. آرتیستایی که میمونن ور دست ما، آرتیستایی که اون آرتیستایی که ما هر هفته اسمشون رو میاریم، چرا اینجوریان که هر هفته ما بهشون نظر منفی این رفتارهای اینجوریتون رو بذارین کنار. ما نمیدونم با توهین ازتون میخوایم، با زبون خوش ازتون ما داریم اینجا زحمت میکشیم. دوستان خواهشان خدا وکیلی جوری نباشه که ما وقتی داریم ویدیو رو میگیریم به این فکر بیافتیم که دوباره بریم بابا سر همون کانال رپ خودمون. خدا وکیلی ما اومدیم این فضای جدیدی رو تست کنیم دیگه، ذوقمون نذارین. آقا دمتون گرم. قربون شما برم که تا اینجا نگاه کردین. حتما اینستاگرام دیده ما رو دنبال کنید. یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید. بعضیاتون میایید میبینید و میرید. چرا واقعا 16 تا سابسکرایبر داریم، ویدیو مثلا 60 تا ویو میخوره الان. خب البته دمتون گرم آقا. دمتون که گرمه ما واقعا. مثلا هیچ دیسیپلینی نداریم تو کار و یه مقدار انتقاد به خودمون هست، ولی آره به زودی که نظم بیشتر شد، نظممون، اون وقت ازتون میخوایم. فعلا اینستا رو داشته باشید مهمتر. آره بالاخره ما منبع درآمدی که الان این نیست. قطعا یک سری مشکلات پیش میاد که خب شما ترجیح میده اولویتت یه سری چیزهای دیگه باشه و حالا کار دانشگاه یا کار و دانشگاه پایان نامه است. منظورش خودشه دیگه. منظور هم خودمه هم ایشونه. یعنی من خودم بالاخره روزی 7-8 ساعت که بیشتر کار میکنم که من ساعت 7-8 میرم سر کار. ما 7 میریم سر کار، 7 برمیگردیم، 12 ساعت که سر کاریم. من پایان نامه رو دارم، تو کارهای دیگر رو داری. من کارهای دیگه دارم. بالاخره بچه‌هایی که منو یکم بیشتر میشناسن در جریانن. قور نزنیم بیشتر دیگه، بسه. چقدر حرف زدیم. خیلی حرف زدیم. چند دقیقه شد اینم نگاه کنم چقدر رکورد گرفتیم. 47 دقیقه اینو. خیلی زیاد شد. اصلا کات کن، نصفشو کات کن. اگه دیدم زیادی صحبت کردیم کات میکنم، خیالتون راحت باشه. دمتون گرم. دمتون گرم.